سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بیننده های عزیزم. شلون میکنه یک چه رقم سفید کرده سفیدی ها رسه گو بله که بعد بباره کل چیز یک رنگ میشه. بله بیشک. و سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بیننده های عزیزم. امیدوار هستم که در هر گوشه دنیا قرار دارین جور و صحت و سلامت باشین. وطندارایی که دوستای عزیز ما که ما را مشاهده میکنن، خصوصا که در شهر زیبای مزاری شریف هستن، دیگه کوشش کنن لباس های گرم بپوشن. دوستای عزیز دیگه به خانه های گرم بشینن که خدای نخواسته مریض نشین. هوا هم خیلی زیاد سرد است، برف هم شدیداً باریده شده دوستا. دیگه وطندارای نازنین لایک، سابسکرایب، شیر فراموش نشه. دیگه امروز تصویر برداری دارم از زیبایی های شهر زیبای مزار شریف که ببینیم که این برف زیبا شهر زیبای ما را زیباتر و قشنگتر ساخته. دوستا تا آخر تصویر برداری با ما باشین. خیلی خیلی زیاد دوستان دارم. دوستای عزیز فعلا به موقعیت قرار دارم که کسایی که فهمیدن، فقط ما اسمش جایش هم نمیگم، کسایی که فهمیدن اینجا کجای شهر مزار شریف می باشه با کامنت نوشته کنن. دوستا فراموش نشه کامنت کنن ببینیم که ها میفهمن که این مکان اسمش چی است. دوستای عزیز، دوستای ما اینجا یاسر جان و مولدین جان، نوی جان دیگه عکسگیری دارن. هر کی به هر گوشه و کنار شهر مزار شریف این برف زیبا را دیده دیگه برف عکسگیری دارن، میخواین یادگاری از برف داشته باشن. دوستای عزیز ببینیم که یاسر جان ما کجا میره و دیگه هوای برف دیگه چی گفتنی داره با وطنداراش. یاسر جان میشه استاد شوی لالا ببخشید دیگه وقتم گرفتم. خوب هستی لالا؟ صحبت بخیر. جان جور است. قربانت. حالا کسی را برفی کردی یا نه یاسر؟ نه بیادری برفی اول نیست دیگه. خب برف دوم است. در برف اول میشه برفی اول خب برفی شدیم ما بیادر. خب نمیشه سر اگان تو میمونی پرتیم؟ مشکل نیست بین میتونم. خب بسیار خوب. کدام گفتنی داشته باشی لالا بفرما. میخواستم داریم بریم طرف کارگاه دیگه اولاد غریب هستیم. خب بسیار خوب. برو خدا یارت بیادر دیگه. نوید جان و مولدین جان هم مصروف عکسگیری می باشن دیگه. اینا هم عکس های خدا بگیرن باشه که من به شما وطندارای نازنینم دیگه از این برف زیبا تصویر بگیرم، شما هم لذت ببرین و فراموش تا نشه وطندارای نازنین لایک، سابسکرایب، شیر. وطندارای نازنین فعلا کنار ما دوستای خیلی زیاد خوبه. مولدین جان و انجینر صاحب نوید جان هست دیگه. نگفتن همونه که دوستای خیلی زیاد خوب هستن دیگه. بریم ازشون اگه سوالا میکنیم که چی گفتنی دارن. مولدین خوب هستی لالا؟ سلام علیکم. خوش جان جور است. ساعت خوب است. صحبت بخیر لالا. صحبت خودت بخیر. عاقبت بخیر. قربانت لالا. چی حال داری همراه ها بابای برف لالا؟ شکر است. میگذره میبینی چی رقم برف میباره نام خدا. زیاد دوست داری برف نه؟ 100% برف کی دوست نداره. و ولایت هایی که برف باری نمیشه نه جان دیگه شاید اونا چقدر دلتنگ برف باشن، حواس برف داشته باشن. حواس برف زیاد میکنن.
پشتونو میکنه چه رقم سفید کرده سفیدی ها رو سگ رو بله که بعد بباره کل چیز یک رنگ میشه. بله. دوستای نازنین، من با دوستانم فعلا داخل موتر هستیم. خواستیم یک جا با یوسف جان و مولوی جان و انجینیر سلمانی جان چکر بزنیم، از وایفای زیبا لذت ببریم، یک شارگشتی داشته باشیم و می بهانه و شما هم یک تصویر برداری کنیم. شما هم از زیبایی های برف زیبای شهر مزار شریف لذت ببرید. با ما باشید. یوسف جان، مولوی جان و نوی جان. مولوی جان کدام گفتنی داشته باشیم؟ نوی جان چرا سعی خودتون؟ از این شما دچار سلمان باشن کوشش کنید که سر بودگر سلطان صاحب کدام گفتنی داشته باشیم؟
دوستان عزیز ما فعلا رسیدیم نزدیک به چوک زاویه شهید. اینجا هست به چوک زاویه شهید دیگه. دوستان میخواین اینجا یک عکس گیری کنن با هم تا شدیم عکس میگیریم تا آخر ویدیو با ما باشین عزیزان. دوستان عزیز خیلی زیاد تشکر میکنم که تا این دم برنامه با ما بودین. امیدوار هستم که از تاثیر برداری امروز خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمده باشه لایک، سابسکرایب، شیر فراموشتان نشه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. زنده باد افغانستان. خیلی زیاد دوستان دارم.